به نام خدا. من حمید جوادی هستم. با سری آموزش ویدیویی کار با محیط سی پنل در خدمت شما خواهم بود. به این طرح هستم. اول اینکه اصلا سی پنل چیه؟ ما برای اینکه بتونیم یک سایتی رو در بستر اینترنت نمایش بدیم باید نیاز به یک دامنه دارید به اضافه یک هاست. دامنه هم آدرس سایت شما میشه، مثلا google.com آدرس دامنه است، آدرس دامنه گوگل که و فایل شما روی یک هاست وجود داره، یه هاستی قرار داده شده روی سرور که اون دامنه شما مثلا google.com به اون آدرس به اون هاست اشاره میکنه و فایل‌های اون رو به کاربر نمایش میده. برای اینکه بتونیم فایل‌ها رو مدیریت کنیم، دیتاها رو مدیریت کنیم داخل هاست، نیاز به یک پنل مدیریتی داریم. این پنل مدیریتی کنترل پنل ماست هست که دو تا کنترل پنل متقابل داریم که برای هاست لینوکس استفاده میشه. کنترل پنل سی پنل و کنترل پنل دایرکت ادمین. کنترل پنل سی پنل ببندم. خب کنترل پنل سی پنل یکی از محبوب ترین کنترل پنل های هاست تصویری که میدونید و کنترل پنل دایرکت ادمین. دایرکت ادمین هم خیلی استفاده میشه و استفاده کنندگان خاص خودش رو داره. نسبت به قبل خیلی بهتر شده دایرکت ادمین و همچنین سی پنل هم روونتر شده، هم ظاهرش بهتر شده، هم یوزر فرندلی‌تر شده. دایرکت ادمین هم همینطور یوزر فرندلی‌تر شده. خب آموزش ما در مورد سی پنله که ما قراره تو چند جلسه آموزشی در خدمت شما باشیم و این محیط زیبا و کاربرپسند رو و همین قدرتمند به شما آموزش بدیم. برای اینکه شما وارد سی پنل بشید، اول اینکه ما بدونیم یک آدرس اینترنتی چجوری خونده میشه. ببینید شما زمانی که مثلا میزنید masharico.com، خب من آرش رو بزنم. learn.masharico.com.ir. خب من آماده کنم همه چی رو. این صفحه این دامنه در واقع سایت ماست که میخوایم روش آموزش سی پنل رو داشته باشیم. خب ما برای اینکه به آدرس سایت دسترسی داشته باشیم چند تا پروتکل داریم. یک پروتکل HTTP و یک پروتکل HTTPS. شما از این دو پروتکل میتونید به یک سایت دسترسی داشته باشید. HTTP پروتکل متقابله که در واقع نات سکیور، امنیتش در واقع نه اینکه امنیتش پایین باشه، اطلاعات که رد و بدل میشه بین سرور و کاربر کد نمیشه. اما HTTPS پروتکلی هستش که یعنی روی سایت شما SSL نصبه و اطلاعات که بین کاربر و سرور رد و بدل میشه کدگذاری میشه و از طریق SSL یعنی اون سرتیفیکیت شما میتونید اطلاعاتتون رو کدگذاری کنید و بفرستید. این به صورت خودکار بین مرورگر و سرور شما انجام میشه.
نه پروتکل. ما یه قسمت دیگه داریم به نام پورت. پورت ها با 2 نقطه بعد از دامنه و یک عدد مشخص میشن. تمام سایت های اینترنتی که روی بستر اینترنت نمایش داده میشن روی پورت 80 هستن. پورت 80 برای نمایش سایت های اینترنتی در واقع HTTP هست که زمانی من اینو اینتر میکنم، این سفر این آدرس رو وارد میکنم HTTP len.ir 2.80 وقتی اینو وارد میکنم اینتر میکنم HTTP و قسمت پورت حذف میشه به صورت خودکار، چون عمومیه، به صورت عمومی نیازی نیست نمایش داده بشه. خب حالا بریم میخوایم وارد cPanel بشیم. پورتی که برای cPanel در نظر گرفته شده 2082 که 2082 روی HTTP تنظیم شده. زمانی که من این پورت رو وارد میکنم و اینتر میکنم cPanel خودش میاد آدرس من رو ریدایرکت میکنه به HTTPS. HTTPS و پورت هم عوض میکنه روی 2083. یعنی ما مود SSL رو در واقع HTTPS cPanel رو روی پورت 2083 داریم. خب زمانی که شما به یک میزبانی مراجعه میکنید و یک هاست که از ایشون تهیه میکنید ممکنه که دامنه شما هنوز DNS هاش تنظیم نشده باشه روی اون میزبان به شما یک IP میده، یک یوزرنیم میده و یک پسورد. آدرس هم برای شما مینویسه داخل اون ایمیل، اون IP هم برای شما مینویسه. ما میتونیم از طریق دامنه که cPanel دسترسی داشته باشیم، میتونیم از طریق IP سرور هم به دامنه به cPanel دسترسی داشته باشیم. من میام از این دامنه یه پینگ میگیرم تا IP رو به دست بیارم. داخل CMD البته این گیت بشه، این محیط گیت بشه که من باز کردم. شما میتونید داخل CMD کامند لاین اینو انجام بدید. من یه پینگ میگیرم، IP رو به من میده، من اینو کپی میکنم اینو وارد میکنم میزنم 282 رو که بزنم صفحه cPanel برای من باز میشه، خودش ریدایرکت میکنه به HTTPS و برای من اینو باز میکنه. و هم دیگه مشاهده میکنید یه قسمت یه فرم داریم برای یوزرنیم و پسورد، یه دکمه لاگین و یک چند تا عبارت این پایین داریم ما که نشون دهنده زبان عربی، زبان اسپانیایی لاتین و موارد دیگه‌ای که به این کنافت کلیک کنیم مولوکال اینجا نمایش داده میشه. زبان پرشین یا فارسی رو نداره داخل اینجا لیست زبان هاش، امیدوارم که بعدا اضافه کنم. ما اگه زبان عوض کنیم کل در واقع لغات اینجا ترجمه میشه به عربی. من کلیک میکنم عربی به طور مثال ببینید تمام لغات عربی شده و حتی سمت نوشتاریش هم در واقع جهت نوشتاریش هم راست به چپ شده، RTL شده. من برمیگردم که انگلیسی زبان برمیگردم به انگلیسی. خب همونطور که گفتم شما وقتی یه هاستی تهیه میکنید برای شما IP سرور، DNS ها
و نام دامنتون آدرس ورود به cPanel رو براتون ارسال میکنه که شما میتونید اینجا وارد کنید یوزر پسوردتون. خب من یوزر پسورد رو وارد میکنم، اینتر میکنم به من میگه که اطلاعات وارد شده شما نامعتبره. خب اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره که شما باید اینو دقت کنید. شما اگر به صورت 3-4 بار پشت سر هم یوزر پسوردتون رو اشتباه وارد کنید و این پیام در واقع نامعتبر بودن دریافت کنید، ممکنه آی پی شما روی سرور بلاک بشه و شما دسترسی به سرور دیگه نداشته باشید و نیاز داشته باشید که آی پیتون رو عوض کنید. خب اگر که به این مشکل برخورد کردید و آی پیتون بلاک شد روی سرور، آی پیتون رو به دست میارید و به میزبانتون، به پشتیبانی میزبانتون تیکت میزنید و از اونا میخواین که آی پیتون رو باز کنن، آدرس آی پیتون هم باید بهشون بگید. اگه همچین اتفاقی برای شما افتاد، برای اینکه آی پیتون رو به دست بیارید میرید به سایت myip.is. myip.is آدرس آی پی شما رو به شما نشون میده. این آدرس آی پی رو برمی‌دارید و میرید داخل سایت میزبانتون، پنل کاربری و به سایت تیکت‌ها، درخواست‌ها میرید درخواست باز میکنید، آی پیتون هم وارد میکنید و ازتون میخواین که اگر بلاک شده روی سرور براتون باز کنن و اونا هم براتون این کار انجام میدن، آی پیتون رو باز میکنن و شما دیگه راحت میتونید دسترسی داشته باشید به کنترل پنلتون. من پسورد صحیح رو وارد کنم. ما با موفقیت وارد cPanel شدیم. خب این محیط صفحه اصلی cPanel هست که شما قسمت‌های مختلفی داخل اون مشاهده می‌کنید. این قسمت‌های مختلفی داره که شما می‌تونید به اون قسمت رو دسترسی داشته باشید. خب من از این سمت چپ از این قسمت شروع می‌کنم. این دکمه هومه. شما وقتی به این کلیک کنید میان به همین صفحه اصلی. این قسمت یوزر منیجر. این که کلیک کنید میاد به صفحه یوزر منیجر که در اینجا یوزرهایی که داخل سایت شما داخل هاست شما تعریف شده رو می‌بینید و میتونید به ایمیل‌هاشون، FTP و فضای دیسکشون در واقع به دیسکشون دسترسی داشته باشید، به ایمیلاتون، به یوزرهای ایمیلاتون دسترسی داشته باشید، ادیتشون کنید، چنج کنید و موارد دیگه. میتونید یوزر هم اضافه کنید. این هم که در واقع تنظیمات پیشرفته سایت شما هست. میتونید یوزرها رو فیلتر کنید، سرچ کنید. من برمیگردم به صفحه اصلی. خب یه قسمت دیگه این بالا داریم. یه نوار این بالا هستش که چند تا قسمت داره. این دکمه لاگاوته، میتونید خارج بشید از محیط cPanel. یه قسمت نوتیفای ها که لیستی از نوتیفیکیشن ها رو به شما نشون میده. پیام هایی هست که معمولا cPanel برای شما ارسال میکنه و اینجا نشون میده که 1 2 3 4 و چند تا نوتیفیکیشن برای شما وجود داره که شما باید بخونید. قسمت یوزر، تنظیمات یوزر هست. روی قسمت کلیک کنید، فلشش کلیک کنید، یه منو برای شما باز میشه، پسورد اند سکیوریتی که میتونید این صفحه تنظیمات امنیتی و تغییر پسورد انجام بدید. ریست پیج ستینگ در واقع میاد تنظیمات صفحه هوم شما رو به حالت اولیه برمیگردونه
مثلا فرض کنید ما یه تغییرات اینجا اعمال کردیم و قسمت دیتابیس رو آوردیم بالای قسمت فایل و دومین هم مثلا آوردیم بالای قسمت فایل. اینا رو تغییر دادیم پنل رو و میخوایم به حالت اول برگرده. این قسمت کلیک میکنم، ریست پیج ستینگ رو میزنم، صفحه یه بار رفرش میشه و تنظیمات هم به حالت اول برمیگرده. خب یه قسمت دیگه داریم ما اینجا به نام سرچ سریع یا اسپاتلایت. این چی کار میکنه برای ما؟ همونطور که در واقع میدونید داخل صفحه اصلی ما قسمت‌های زیادی داریم که برای دسترسی به اینها نیاز به اسکرول کردن صفحه داریم. خب ما میخوایم مثلا به select page version دسترسی داشته باشیم بدون اینکه اسکرول کنیم. اینجا یه ورژن می‌نویسم، برای من select page version رو میاره. اگه من روی این کلیک کنم صفحه PHP version رو برای من باز کرده. خب برمیگردم به صفحه اصلی. خب حالا قسمت اینجا همونطور که میدونید قبلا یه تم دیگه وجود داشت به نام X3. این تمی که روی در واقع این کنترل پنل هست تیتل لنترنه. قبلا یه تمی وجود داشت به نام X3 که این فایند داخل اون وجود داره و این در نهایت حذف میشه. این قسمت فایند در نهایت حذف خواهد شد طبق گفته خود پنل. حالا این فایند تقریبا مثل همین سرچ بالا، مثلا من ورژن رو که بزنم ببینید برای من ورژن رو میاره. حالا تفاوتش چیه؟ تفاوتش در اینه که من وقتی اینجا میزنم ورژن لیست آیتم ها رو من نشون میده، ولی مشخص نیستش که این لیست این آیتم ها مربوط به کدوم سکشن یا بخش هستن. اما تفاوتی که اینجا داریم تو داخل در واقع قسمت فایند شما میگه که این آیتمی که اینجا هست مثلا select version زیر مجموعه یه بخش سافت‌ویر ترک دلیوری زیر مجموعه بخش ایمیل. این تفاوتشون به این صورته که هم آیکونش نشون میده هم بخششو تو پایین، اما تو قسمت اسپاتلایت به ما هیچی نمیگه که در واقع این آیتم مربوط به کدوم بخش، آیکونش چه شکلیه. یه کسی که اینجا وارد میکنه میدونه که چیزی که داره سرچ میکنه مربوط به کدوم بخشه. خب دو تا پنل سمت راست داریم که اولین پنل اطلاعات عمومی هست نظیر مثل یوزرتون، دامنه اصلی سایت که رو هاست تنظیم شده و دایرکتوری اصلیتون، روت دایرکتوری که میتونید هاستتون، آخرین آیپی که لاگین کرده روی این هاست، تمتون در صورتی که چند تا تم وجود داشته باشه برای سی پنل میتونید اینجا تغییر بدید تمتون رو. اما فقط یه دونه تم داریم و اونم تیتل لنترنه. سرور اینفورمیشن شما میتونید با کلیک به این لینک اطلاعات سرورتون رو مشاهده کنید. پنل بعدی پنل آمار هست که در واقع نشون میده که شما از محدودیت هایی که دارید، از امکاناتی که برای شما در نظر گرفته شده چقدر استفاده کردید. مثلا ما اینجا 4 تا دیتابیس میتونیم بسازیم، 2 تاشو استفاده کردیم.
اد آن دومین آلیاس همون پارک دومین ها هست که در ورژن جدید آلیاس خونده میشه. در واقع همون پارک دومین های پارکی دارد. اصولیستان بانفید در واقع ترافیک ماهیانه شما چقدر استفاده شده، محدودیتش چقدره، حجم MySQL های شما رو میگه، دیتابیس های شما میگه که چقدر حجم استفاده کردید، از حجم دیتابیس های شما چقدر شده، چقدر از فضای این هاست استفاده کردید در کل، تعداد ایمیل های که ساختید، اکانت های ایمیل که دارید، ایمیل فیلتر ها، فوروارد ها، FTP اکانت ها چند تا آمار مهم ما اینجا داریم. یکی CPU یوزیجه که نشون این به صورت لحظه‌ایه. ببین CPU یوزیج، IO یوزیج، IOPS، اینترنت پروسس، فیزیکال مموری، نه بهتون میگم اینا به صورت لحظه‌ای ریلیز میشه. یعنی شما اگه F5 بزنید این به صورت لحظه‌ای نشون میده که اون لحظه‌ای که شما F5 زدید چقدر از CPU استفاده کردید، چقدر از CPU استفاده می‌کردید، چقدر IO داشتید اون لحظه، چقدر پردازش وارد شده، چقدر از رم اشغال شده بوده تو اون لحظه و چقدر پردازش تولیدتون تو اون لحظه چقدر بوده. اینا در واقع استفاده منابع سرور، منابع سخت افزاری سرور که شما رم، CPU و پردازش هایی که کارت شما روی سرور داره. تعداد ساب دومین ها هست. ما الان 1000 تا ساب دومین داریم اینجا ولی هیچ استفاده نکردیم. خب چند تا لینک هم پایینه. یکی هوم به صفحه اصلی اشاره میکنه، صفحه اصلی cPanel میره و هر جا که باشید. تریدمارک خیلی مهم نیست، مثل توضیحات. داکیومنتیشن شما به داکیومنتیشن که برید یه سری توضیحات هست، یه سری آموزش ها هست، یه سری مستنداتی هستش که در مورد پیپر لندن شما میتونید مطالعه کنید. به بلاگ دسترسی داشته باشید و حالا میتونید اینجا مطالعه کنید که ببینید چه اطلاعاتی میتونید به دست بیارید. خب این آموزش کلی صفحه اصلی cPanel بود. چجوری وارد بشیم، پورت چیه، پروتکل چیه، قسمت‌های مختلف صفحه اصلی رو دیدیم، با سرچ کار کردیم، با فایند کار کردیم و پنل ها رو هم بهتون گفتیم که پنل ها چی هست. در جلسات آینده در مورد فایل ها، دیتابیس ها و یکی این پنل ها هم بهتون آموزش میدم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. جلسه بعد میبینمتون. آخرین آموزش‌های ویدیویی ما را در شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید: آپارات، تلگرام، اینستاگرام و توییتر. به پاس مسئولی ارائه دهنده خدمات میزبانی وب و تپه دامنه